اگر قبلا مردم امکان نداشتند پولهای فرستاده نزدیکانشان را با همان اسعار انتقال شده دریافت کنند و با قرب غارتگرانه با سامانه می گرفتند، حالا خود پول ملی هم کمچین شده است. نه تنها پولهای انتقال شده را با این بهانه نمی دهند، بلکه در بعض نواحی مردم ماهانه و نفقه‌شان را نیز گرفته نمی توانند. بعضی کارشناسان بر این نظرند که بانک ملی تاجیکستان عمداً گردش پول ملی در بازار را کمتر کرده است تا از تورم جلوگیری کند. قبلا پس از نگهداری صنعی طولانی قرب پول ملی، بانک ملی تاجیکستان مجبور شده بود یک باره قرب سامانه را 28 درم پایان برد که در نتیجه قرب $1 از 9 سامانه و 42 درم به 9 سامانه و 70 درم رسیده بود. با اندیشه کارشناسان با نزدیک شدن آخر سال و فرا رسیدن زمان پرداخت قرضهای خارجی، حکومت مجبور به خریدن اسعار خارجی می شود که در نتیجه طلبات به اسعار بالا رفته موجب پایان روی قرب پول ملی می گردد. ظاهراً بانک ملی برای جلوگیری از این کار تصمیم گرفته است حجم پول ملی در بازار را کمتر ساخته طلبات به آن را بیشتر نماید. این کار می تواند از پایان روی با شدت قرب پول ملی جلوگیری کند، اما عاقبت بد برای اقتصاد دارد. کم شدن پول در بازار باعث کمشوی گردش مال، استحصالات و واردات می شود که ضربه مستقیم به اقتصاد کشور است. کارشناسان سبب دیگری چنین اقدام را نیز تخمین میزنند. در دوره پرداخت قرضهای خارجی امکان دارد حکومت مبلغ ضروری ندارد. بازداشتن پرداخت یک هفته‌ای پولهای انتقال داده مهاجران 50-60 میلیون دلار جمع می آورد که مبلغ کمی نیست. همینطور حکومت می تواند تا زمان پیدا کردن مبلغ لازمی پرداخت همه مبلغ را یک هفته‌ای طول دهد. تاجیکستان باید سال جاری برای پوشانیدن قرضهای کهنه بیش از 1,211,600,000 سامانی معادل زیادتر از 125 میلیون دلار مصرف کند. بیش از 40% پرداخت‌های قرضی تاجیکستان به 5 سال آینده راست می آید. انتظار می رود قرض خارجی کشور امسال 235 میلیون دلار افزایش یابد. در برنامه دولتی قرضهای خارجی برای سال 2019 که حکومت آن را تصدیق کرده است و پیش بینی نشان دهنده ها برای سالهای 2020-2021 گفته می شود، حجم قرض خارجی کشور در سال 2019 3 میلیارد و 108 میلیون دلار را تشکیل خواهد داد. پیش بینی می شود در 3 سال آینده افزایش قرض خارجی تاجیکستان 714 میلیون دلار را تشکیل دهد. همینطور طبق پیش بینی حکومت قرض خارجی کشور در آخر سال 2020 به 3 میلیارد و 327 میلیون دلار و در آخر سال 2021 به 3 میلیارد و 441 میلیون دلار می رسد.